میخوای یاد بگیری که جدیدترین و بروزترین تقسیم بندی چیه؟ بیا که بهت بگم. برای شروع حتما باید سر به 4 قسمت تقسیم کنید. نیم دایره راست و چپ و نیم دایره جلو و عقب. حالا یکی از نیم دایره های پایینی رو باز میکنیم. از وسط گوش یه خط اوری میبریم به سمت پایین وسط سر و تقسیم بندی آجری رو شروع میکنیم و برای سمت چپ هم این کار رو انجام میدیم. حالا باید برای سمت چپ خطای اوریب تقسیم کنیم جوری که ادامه خطها به نیمه سمت راست برسه و دوباره تقسیم بندی آجری رو انجام میدیم و دقیقاً تمامی مراحل رو برای سمت راست هم اجرا میکنیم. وقتی 2 ردیف پشت سر رو جدا کردیم میاییم سمت جلوی سر. دقیقاً از وسط گوش خط اوریب رو میبریم به سمت جلوی پیشانی و دوباره آجری تقسیم بندی میکنیم و اوریب به تقسیم بندی کردن ادامه میدیم. وقتی که کامل رسیدیم به فرق جلوی سر، خطای اوریبمون رو تا انتهای سر ادامه میدیم تا کل سر تقسیم بندی بشه. فقط حواستون باشه که 1 ردیف از سمت راست و 1 ردیف از سمت چپ تقسیم بندی کنید. حتما برای تقسیم بندیاتون از آب استفاده کنی و بهتره برای سریعتر شدن کارتون به جای کیج زدن همون موقع بافتو شروع کنید. واجبه که 2 تا تقسیم بندی روسی رو بلد باشی. حتما داخل پیجم اون ویدیو آموزشی قبلی رو هم ببین.